سلام بچه ها، چطورین؟ خوبین؟ احوال شما؟ بچه ها، ما اومدیم با یه ویدیو تازه و موضوعی که چند وقتی که ذهنم رو درگیر کرده، اینکه خانوم ها چرا اینقدر خودشون رو درگیر آقایون میکنن که توسط آقایون انتخاب بشن یا اون خاصیتاشون یا رفتاری که دارن رو نشون بدن به اون مرده که اون انتخاب کنه. شما توی کل زندگیتون یک عالمه از وقتی که دنیا میاین شما تخمک دارین و این تخمک ها مقدار بیشتریش تو همون کودکی از بین میره و میمونه هلوش 400 تا 500 تا تخمک که شما مثلا همین پریودی و این داستانه که اتفاق میفته. این 400 تا تخمک اینجوریه که کلا 400 تا، یعنی تولید دیگه نمیشه توی بدن یک خانم، ولی آقایون تولید میکنن. یعنی اینجوری نیستن که مثل ماها فقط توی بدنشون داشته باشن، اینا نه. آقایون بین 1 میلیون تا 8 میلیارد در طول ماه اسپرمشون هست و چیزیه که یعنی هر روز دارن تولیدش میکنن و لقمه لقمه غذا میخورن و این اتفاق میفته. حالا خانوم ها به خاطر چی میگم نباید انتخاب بشین؟ چون ذات یک زن اینجوریه که باید انتخاب کنه. اصلا آقا تو خوبی، تو خوبی، تو به کنار، تو برو اینجوری. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بدن ما اینجوریه که ما یک دونه از خودش خارج میکنه، ولی یک مرد 8 میلیارد، یعنی زیادترین حالتی که میمونه 8 میلیارد کل اندازه‌ای که روی زمین وجود داره نشون میده و اون 8 میلیارد مقدار خیلی زیادیش که حذف میشه. بعد یه مقدار که کمی که میمونه اون اونم کم میشن، میمونن این تعداد خیلی کمی. بعد میرسن به تخمک انتخابشون میکنه، با اینکه اونا تمامشون حق اینو دارن که بشن یک بچه، بشن یک چیز. و این تو دنیای واقعی هم همینه، غریزه همینه. شما نباید خودتون رو کم بدونین، نباید خودتون رو بازیچه دست مردا بکنین. این که واقعا این مرده، آره من باید سعی کنم تلاش کنم که ایشون من انتخاب کنه. نه، شما باید اون آدم رو انتخاب کنین. شما باید تصمیم بگیرین که ایشون میتونه توی زندگی شما باشه یا نباشه. خب حالا میریم سر بحث بعدی که ذهنم رو درگیر کرده بود، این که ببینین شما اگر یه نفری میاد باهاتون درد دل میکنه، آقا میاد شما رو محرم رازش میدونه، شما میاد باهاش صحبت میکنین، حرف میزنین، یه نظری بهش میدین، لطفاً بهش نگین که چیزی نیستش من بدترم، گوش بدین. شاید آقا درصد درد شما اینجا باشه، درصد درد ایشون اینجا باشه. خب در همین حد میتونه کمک کنی، در همین حد میتونه تحمل کنه. شاید شما دارین از بالا به پایین دارین به اون شخص دارین نگاه میکنین، ولی اون در حد تحملش اینقدره و شما سعی کنین گوش بدین. بعد یهویی میبینین از اون حدی که داری خیلی بالاتر برای شما درد ایجاد میشه. گوش بدین به حرفای بقیه. آقا یه نفری اگر شما رو قابل دونسته که بیاد باهاتون درد دل کنه، لطف کنین اذیتش نکنین، بذارین صحبتشو بکنه. اگر نظر ندارین بگین من نظر خاصی ندارم، حل بشه. یعنی بذارین اون خودشو تخلیه کنه از لحاظ این موضوع که خیلی مهمه. توی همه زندگی همه احتیاج دارن به صحبت کردن، همه احتیاج دارن به درد دل کردن. خب میریم سراغ مبحث جدیدمون که راجع به رفاقت، دوستی، چون گفتم توی حده، گفتم بذارمشون توی یه ورژن که بتونم آقا موضوعا رو دسته‌بندی کنم و شما حالا گوش بدین، نظرتون رو تو دقیقه ویدیو رو بذارین و بگین. از نوجوانی چی یاد گرفتی؟ یک بحثی که همین ماهایی که بالای 18 سالیم داریم و واقعا خیلی برای کسایی که زیر 18 سالن جواب میده. خوش اومدی به دوستای فیک، جایی که نمیدونی اونا دوستتن یا ازت متنفرن، فقط به خاطر اینکه باهاشون دوستی تو شخصی ترین مسائل دخالت میکنن و راجبش حرف میزنن. این خیلی یک چیزیه که من واقعا ازش چوب خوردم. از نزدیک بغلت میکنن ولی پشت سرت بهت خنجر میزنن.
خیلی حرفا، خیلی پشت سرت وایستادن منتظرن تو یک کاری بکنی، یک حرکتی بزنی، یک اتفاقی بیفته که اونا بتونن ضربه نهایی رو بهتون بزنن. خیلی حواستون باشه شمایی که قبل از 18 سال، شما که حالا منو دارین میبینین، خیلی مراقب اینجور افراد باشین که شاید واقعا دوستتون نباشن، شاید اصلا به چیزی نباشه که شما فکر میکنین. یه چیزی که واقعا وجود داره و توی نوجوانا خیلی وجود داره، فکر میکنن عشق مثل فیلمه، مثل توی فیلم ها وای دست طرف رو میگیره، نرو فلان نکن، رومان و جولیت و فلان اینا. نه اصلا. شاید عاشق شدن نباشه، شاید هورمون باشه، شاید دوپامین باشه، شاید غریزه باشه، شاید خیلی چیزا میتونه باشه، ولی عشق نیست، چون شما به درجه عقلی نرسیدین. شاید ببین خیلی کم پیدا میشه که کسایی که مثلا تو 14 15 سالگی با هم بودن الان هم با هم باشن، یا 5 سال 6 سال بعدش هم اوکی باشن با هم دیگه. خیلی کم پیش میاد. یعنی اگر یه آدمی رو دیدین که به دردتون میخوره، خوبه، نگهش دارین، ولی هیچ وقت قمار نکنین. هیچ وقت قمار نکنین روی این پسرایی که فقط و فقط تازه جقپق افتادن میخوان خودشون رو تخلیه کنن. اصلا رو اونا حساب نکن. یک کلمه‌ای که به اسم ابد شاید از دهن هر کسی واقعی نباشه. ابد ممکنه دروغ باشه. ابد اونا شاید 6 ماه باشه، شاید 2 هفته باشه، شاید بعد از اینکه کارشون تموم شد باشه. هیچ چیزی رو نمیتونی تصورشون بکنی. حتی میتونه ترسناکتر هم باشه. تو عاشق باشی، عاشق یکی دیگه. خوش اومدی به دنیای واقعی که عشقا هیچ وقت به هم نمیرسن. حالا بعد از این حرفایی که بهت گفتم یادت نره که تو خیلی با ارزشی. چه پسر چه دختر. من الان راجع به دختر پسر صحبت نمی کنم. خیلی به دخترام هستن که بله سر پسرای مردم میارن که واقعا احساساتشون پاکه تو اون سن، ولی یک سریاشون هم خب خوبه بد داره دیگه. باید خودتون تشخیص بدین. جنسیتیش نمیکنم که بیام بگم فمینیست فلان، نه این همچین چیزی نیستش. و اینکه یه چیزی دلی برای خودم امسال تموم بشه، خودم رو محکم‌تر بغل میکنم، به خاطر اینکه امسال واقعا پخته تر شدم، خیلی زجر کشیدم، خیلی فشار سنگین اومد. یه چیزی هست اینکه خدا خیلی بی‌رحمه. منو یه جوری باهوش آفریده که بفهمم این زندگی اصلا اون چیزی که فکر میکنم نیست، ولی اونقدری باهوش نکرده که چجوری از این زندگی جون سالم در ببرم. همینجوری دارم دست پا میزنم. اصلا فکر نکنین دوران بعد از 18 سال براتون، آره ببخشید نمیتونم بگم، اصلا فقط دیگه شاد نیستی. جوونی که هیچی، ولی خب دیگه وارد مسائل بزرگتر هم میشه دیگه. خیلی همه چی رو جدی میگیری. خیلی چیزا هستش که بعد از 18 سال قبلش میگم که من همه چی رو میفهمم، من همه چی رو فلان، ولی بعدش هیچی نمیدونی. هیچی نمیدونی. ولی خیلی زجرآوره. حقیقت تلخ. و اینکه سخن آخر که راجبه، چون مسئول کلا ارتباط و رابطه و اینا بود، اگه یه پسر بهت توجه نمیکنه، اون چیزی که باید و بهت نمیده، تو اون شخص مورد نظرش نیستی. خودتو بکش آقا. سخته ها، نمیگم آسونه اینا، نه سخته، خیلی هم سخته، ولی با تموم سختیاشو به جون بخر که آخرش روانی نشی یا اذیت نشی. بوس بهتون. قبولتون بشم من که تا اینجا ویدیو منو نگاه کردین.
اینجا هوا سرده و من باید برم داخل. خدافظ.